صبح امروز سنه 10 ایون در تالاری مهمانخانه سعودیان سمیناری آموزشی دایر گردید. آن برای زنهای صاحبکار بود. سمینار در دایره لایحه بانک اسخط گذرانده شده. عنوانش زنها در تجارت بود. در آن زنهای صاحبکاری تمامی منطقه‌های ولایت سعود که مزاجون بانک اسخط میباشند اشتراک کردند. مقصد بلند برداشتن دانش مالیوی و رشد تجارت است. امروز صاحبکاری بین زنان در عین کمالات و رشد است و خوشبختانه امروز زنهای صاحبکار پیوسته برای رشد تجارت خود امکانات‌های بیشتر را جستجو دارند و خوشبختانه با شرافت رشد تکنولوژی‌های نو امروز زنها امکانات دارند که راه‌های زمانوی و راه‌های درست پیش بردن تجارت خود را آموزند و استفاده برند. سمینار امروزه برای زنهای 30 نفر زنهای صاحبکاری ولایت سعود محض با مقصدی بلند برداشتن سویه دانشی آنها، دانش اقتصادی مالیوی، طرز کاربری با تشکیلات‌های قرضی، طرز کاربری با تشکیلات‌های شریکان و عموما برای رشد تجارت آنها روانه کرده شده است. سمینار آموزشی 2 روز دوام میکند. در دایره آن کارمندان بانک اسخط به صاحبکار زنان در مورد بلند برداشتن دانش‌های اقتصادی و فکرانی اقتصادی درس‌های عملی می‌گذرانند. همچنین راه‌های رشد من بعد صاحبکاری، استفاده اسباب‌های مالیوی، مناسبت با تشکیلات گوناگون قرضی به آنها فهمانده شد. Я являюсь предпринимателем и владельцей женского магазина «Камила». Женским бизнесом я начала заниматься в 2014 году. В 2022 году мне понадобилась финансовая помощь, и я обратилась в банк Эсхата. Мне понравилось с ними сотрудничать, и я по сей день с ними сотрудничаю. بانک اسخط از سال 2017 اینجانی با لایحه زنها در تجارت که از طرف بانک اروپایی تجدید و رشد راه اندازی شده است شامل گردیده است و شروع از آن سو خدمت رسانی مخصوص را تطبیق می نماید. آن امکان نام دارد. در دایره آن برای زنهای صاحبکاری کشور خدمت رسانی مالیوی با شرط‌های دسترس پیشنهاد می‌گردد. بانک اسخط بسیار خوب میفهمد که البته مبلغ گذاری این یکی از قسم‌های اساسی، یکی از جبهه‌های اساسی برای رشد هر یک تجارت میباشد، ولی به سوادناکی مالیوی درست اداره کردن مبلغ خود و رشد نمودن تجارت خود این امکان ناپذیر است. بنابراین طول 2 سال است که بانک اسخط با همراهی کارمندان خود در تمام مقیاس جمهوری تاجیکستان برای مزاجون خود برای زنها محض چنین سمینارها را تشکیل نموده با مقصد بلند نمودن سوادناکی مالیوی آنها چاره‌بینی‌های پیوسته را تشکیل نموده ایستاده است. در دایره لایحه مذکور علاقه زیاده از 300 نفر مزاجون بانک با آموزش فرا گرفته شدند که این تعداد تمام مناطق کشور را در بر میگیرد. هدف از برگزار گردیدن این سمینار آموزشی این بلند برداشتن سطح دانش و تفکر اقتصادی رشد من بعد صاحبکاری بین زنان فعال جامعه محسوب می شود. گزارش مهرانگیز عبدالاحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.